دوستان توی این ویدیو یاد میگیرید که چطوری فایل های گربر و داکیومنت ها و بیوم تون رو از آلتیوم به صورت حرفه‌ای و اصولی خروجی بگیرید. خب بدون فوت وقت میرم سراغ اصل مطلب. ببینید دوستان، ما توی آلتیوم یه بخشی رو داریم به نام Output Job File. توی اینجا ما میتونیم خروجی های مورد نیاز خودمون رو از آلتیوم بگیریم. اولین مورد میریم سراغ داکیومنت هامون. چه داکیومنت هایی رو ما میتونیم از آلتیوم بگیریم؟ ببینید دوستان، اینجا یه داکیومنتیشن آوتپوت هست و حالا بهتون توضیح میدم که کامل چطور این رو ایجاد کنیم. یه مقدمه ای رو اول عرض کنم خدمتتون. ببینید این بخش میاد به شما اون داکیومنتی که دارین رو، هر داکیومنتی که بخواین رو میتونین از این بخش از آلتیوم خروجیشو بگیرید. کافیه توی این اد نیو بزنید، بعد اینجا انواع داکیومنت ها رو به شما میده. برای مثال داکیومنت های سه بعدی کارتون، شماتیک کارتون. چون حالا شماتیک مهمتر بود، من شماتیک رو براتون آوردم. ببینید مثلا این شماتیکتون رو میزنید، بعد خوبیش اینه که شما هر تغییری بدین توی این صفحه رفرش رو که بزنین دقیقا نشون میده که چه فایلی رو شما قرار خروجی بگیرید. برای مثال من میخوام این فایل رو شماتیکش رو خروجی بگیرم و پرینت کنم. میام از اینجا مثلا سایز صفحه رو انتخاب میکنم. ببینید تو هر مرحله هم خودش رفرش میزنین اینجا بهتون نشون میده. یعنی میتونید اون خروجی کارتون رو قبل از پرینت ببینین قشنگ. و حالا اینجا یه سری موارد هست که خودتون میتونین چک بکنین، چیز خاصی نیست و این صفحاتی که حالا مثلا شما میتونین خروجی بگیرین از داکیومنتتون. حالا مورد دیگه ای که هستش فایل اسمبلیه که یه فایل مهمه. حالا بردمون چاپ شده، میخوایم قطعات رو خودمون مونتاژ کنیم یا حالا به صورت ماشینی مونتاژ بشه که چه فایل هایی مورد نیازه. ببینید یه فایل داریم توی اینجا، حالا اینجا دوباره ادنی رو بزنیم یه اسمبلی داریم. وقتی که این اسمبلی رو بزنیم یه همچین فایلی رو میاد در اختیار ما قرار میده که توی این فایل دقیقاً جای قطعات و اون دیزایناتورش رو برای ما مشخص کرده. مثلا خازن‌های سری C1 توی اینجا قرار بگیرن، یا مثلا این IC U1 عنوانش هست دیگه. اون دیزایناتورها رو بهتون توضیح دادم، اگه ندیدید این بالا ویدیوش رو میذارم، حتما قبلش مشاهده کنید. به همین صورت میاد یه همچین داکیومنتی رو میده که حالا ما خودمون میتونیم مونتاژ دستی انجام بدیم یا حالا اگه ماشینی باشه فایل پیک اند پلیس رو باید بهشون بدیم و حالا اگه تست میخوام بگیرم فایل های مرتبط با تست پوینت رو. خب اینم یک موردی بود که حالا مکانیکال دراوینگ هم حتی به ما میده که این حالا اگه قاب داشته باشه برای اون بخش مکانیکال لازمه. حالا من اینا رو بهتون یاد دادم تو بخش پی سی بی که چطوری اینا رو بکشین و تحویل بدین. و حالا برای چاپ که خب بخش مهمیه. ببینید برای چاپ فابریکیشن اوتپوت رو ما داریم. چاپ یعنی چی؟ یعنی ما بدیم به یه کمپانی که این پی سی بی ما رو مونتاژ کنه و به ما تحویل بده. خب تو بخش این دوتا فایل رو حتما باید بهشون بدید. تو بخش فابریکیشن اوتپوت یه دونه فایل گربر رو باید بهشون بدین، یه دونه هم فایل انسیدریل که محل سوراخ‌ها رو نشون میده. ببینید خیلی ساده است. میاد اینجا ادنی رو میزنید، ببینید یه دونه گربر فایل داریم، یه دونه گربر x2 فایل. ببینید دوستان گربر فایل یه برای کلاسیکه، برای قبلنا بود، یه سری دیتاهای کمتری رو به بخش چاپ میده. RS274 هم از اسمش فکر میکنم. ما برای کارامون از ورژن جدیدتر این که گربر x2 فایل هست میایم استفاده میکنیم که اطلاعات بیشتری رو در اختیار اون کمپانیایی که این کار چاپ رو برای ما انجام میدن قرار میده. فقط کافیه بیاین این گربر x2 رو ببینید و کنترل بورد این بردتون رو بزنید، این میاد برای شما این فایل رو اینجا ایجاد میکنه. و به همین صورت حالا اون انسیدری فایلتون رو یه بار میزنید میاره اینجا ایجاد میکنه. حالا ما توی ادامه برای پروژه خودمون همه این کارا رو میکنیم. بعدش دیگه حالا اون بیلاوه متریالتونه، مثلا حالا قطعاتتون رو میخواین خروجی بگیرین، خیلی ساده میایین اینجا این ریپورت اوتپوت اد نیو فایل رو میزنید، بعد بیلاوه متریال رو میزنید، بعد این خودش برای شما این رو ایجاد میکنه و حالا به هر فرمتی که شما بخواین این رو در اختیارتون قرار میده. میبینید الان همین قطعات من قشنگ چیده و
هر فرمتی که من بخوام میاد به من تحویل میده. حالا اگه شما اکتیو ویو ام داشته باشید که تو کار کردن با کمپانی های خارجی خب خیلی به دردتون میخوره، حتی قیمت دقیق قطعه و بروزش رو هم میتونین داشته باشین در کنارش. و حالا یک سری موارد دیگه هم هستش که حالا بیشتر برای اون تایید کارتونه، دیزاین رول چکه، که اینا یه سری داکیومنته که به صورت اسناد نگهداری میشه و موردهای دیگه که حالا خودتون میتونید برین چک کنین. حالا خیلی زیاده، مثلا میتونید فایل 3 بعدی کارتون رو بگیرین که مثلا توی چاپ های ماشینی گاهی اوقات لازم میشه و موارد دیگر. و حالا که اینا رو زدین به این صورت اینجا اومد، خیلی راحت میتونین خروجیش هم بگیریم. برای مثال من میخوام برای چاپ بردم و تحویل بدم، میام گربر فایل و انسیدری رو میزنم اینجا، تیکش رو خودش میاره اینجا. کافیه چیکار کنم؟ جنریت اند پابلیش رو بزنم، میره توی اون پوشه ای که مورد نظر من هست اون رو ذخیره میکنه. خب دوستان، حالا توی مرحله بعد بریم برای اون پروژه ای رو که با هم دیگه کار کرده بودیم رو، این فایل های خروجی رو توش ایجاد کنیم، ببینیم که چطور باید این کار رو انجام بدیم. خب دوستان، توی ست تا آموزش های قبل بهتون دقیقا یاد دادم که چطور شماتیک، کتابخونه و پی سی بی رو بسازیم و با هم دیگه به همچین فایلی رسیدیم که من فایل خروجیشم توی گیتاب براتون گذاشتم. بازم تو کپشن میذارم، اگر دسترسی ندارین اونجا میتونین به این فایل دسترسی پیدا کنید. خب ببینید چیکار میکنیم دوستان. ببینید برای این کار ما میایم توی پروژه‌مون، خب همونطور که شماتیک و پی سی بی رو ایجاد کردیم یه دونه فایل اوتپوت ایجاد میکنیم. چطوری؟ روی این بخش پروژه‌مون کلیک راست میکنیم، add the new to project و output job file، یک بار روش کلیک میکنیم. یه بار روش کلیک کنیم به یه صفحه خامی دسترسی پیدا میکنیم. حالا توی این صفحه هر خروجی رو که ما نیاز داریم، حالا با توجه به اون کمپانی که داریم باش کار میکنیم، میایم توی اینجا توی آلتیوم مشخص میکنیم که به صورت سازمان یافته خروجی همون رو بهش دسترسی داریم. میبینیم به عنوان یه فایل اینجا ذخیره شده و ما بهش دسترسی داریم. خب اولین چیزی که ما نیاز داریم اون داکیومنت خودمونه دیگه. اون داکیومنتیه که ما میخوایم توی کار خودمون ازش استفاده بکنیم. خب اولین داکیومنتی هم که حالا ما میایم استفاده میکنیم این شماتیک پرینت هست. میاد شماتیک ما رو داکیومنتش رو میده. ببینید من که میام اینجا 3 تا عنوان رو میاد به من نشون میده. من میخوام کدوم یکی از اینها رو داکیومنتش رو پرینت بگیرم برای مثال یا داشته باشم. خب ما بیایم اول، خب ما کلا داکیومنتمون یه دونه است دیگه. چرا یه دونه است؟ چون ما یه دونه این رگولاتوره رو داریم دیگه، یه دونه صفحه داریم که بخواد پرینت بگیره. ببین مثلا تو پروژه قبلی این برد من 5 تا صفحه داشت، میبینی 5 تا صفحه داره. ولی حالا توی این برد من یه صفحه بیشتر که ندارم، یه بخش شماتیک دارم دیگه. به خاطر اون توی جاب فایلم همین یه دونه رو میزنم برام نمایش بده. ببینید اینجا الان من یه بار روش کلیک کردم، میبینید یه دونه شماتیک پرینت اومد برای من اینجا ایجاد کردش. حالا اگه من 2 بار روش کلیک کنم و اینجا رفرش رو بزنم، اون شماتیک من رو دقیقا میاره اینجا نشون میده. برای مثال من میگم میخوام رنگی باشه و تو صفحه A4 این رو پرینت بگیرم. میام این تنظیمات رو انجام میدم و حالا یه سری تنظیمات دیگه هم داره که حالا چون زیاد فنی نیست خودتون میتونید اینجا تغییرات رو انجام بدیم. بعد رفرش رو بزنید دقیقا ببینید که چه تغییری میکنه. اگه نکات مهمش رو من همه رو سعی میکنم بگم، ولی دیگه اینجا نکته مهمی نیست. پرینت رو بزنید مثلا این صفحه رو پرینت میگیره براتون. خب این داکیومنتمون شد. خب حالا بعد از اون که بردمون چاپ شد نیاز به این داریم که اسمبلش کنیم دیگه. میایم اینجا اسمبلی دراینگ، خیلی ساده، یه بار روش کلیک میکنیم. بعد میایم توی این قسمت دقیقاً حالا میایم مشخص میکنیم این قطعاتمون توی چه حالتی باشن، حالا رنگی میخواد باشه یا سیاه‌سفید، که حالا اکثرا ما سیاه‌سفید کار میکنیم دیگه، و A4 میتونیم اینجا اینا رو مشخص کنیم. بعد کار مونتاژ رو خیلی راحت و
اصولی و حرفه‌ای انجام بدیم. میبینید اسم و همه چیزم قشنگ اینجا مشخص کرده. حالا شما میتونید برای مثال تمام این موارد رو رنگاش هم خودتون تعیین کنید. مثلا میخواین این زرد باشه، قشنگ میتونید بیاین اینجا قشنگ رنگاشو مشخص کنید. یا مثلا میخواین برای مثال شما نمیدونم یک لایه‌ای رو مثلا سیگنالاشو داشته باشید، میایین اینجا قشنگ اونو مشخص میکنید. مثلا حالا این به صورت دیفالتش اومده گفته دیگه، مثلا شما میخواین لایه سیگنالتون باشه هر لایه که دوست دارید. مثلا الان اینجا من اینو میام میزنم فول، خب خیلی هم ساده است. بعد اینجا اگه بزنم میبینید تاپ لیر اومد اون سیگنالا رو برای من مشخص کردش. حالا این دیگه با توجه به اون کار خودتونه دیگه، با توجه به اون نیازتونه بیشتر، این فایل اسمبلی یا اون نیاز اون مونتاژ کارتون که داره این کار چاپو برای شما داره کار مونتاژ برای شما انجام میده. خلاصه با اینا هم میتونین خودتون ور برین و چیز خاصی نداره و پیشنهادم میکنم که اصلا بیان کامل با اینا ور برین. من خودم یه بار همه اینا رو تست کردم. قشنگ تست کنین، رفرش رو بزنین، بهتون نشون میده دیگه، تمیز و یه چیز قشنگ در میاد. مثلا برای برد قبلی دیدین که یه برده که مثلا مد نظر خودم بود قشنگ باشه رو خودم در آورده بودم. خب اما نکته مهم فابریکیشنش. حالا میخواین این رو چه فایل هایی رو بدیم که این پی سی بی رو برای ما چاپ بکنن. ببینید دوستان توی ایران که فایل هم پی سی بیش هم میتونید بدید، ولی خب این کار درستی نیست که شما فایل پی سی بیتون رو بیایید در اختیار یک کمپانی قرار بدید. فایل گربر رو بهتره بدین. و حالا این فایل گربرتون چجوری باید ایجاد کنید؟ ببینید من این توضیحات رو دادم دیگه. هیچ میان گربر x2 فایل رو میزنین به همین سادگی. یه دونه هم گفته بودم انسیدریل دیگه، این هم انسیدریل، به همین سادگی میزنین. بعد حالا این دوتا تیک رو اگر بزنین، یعنی اینجا اول چرا؟ چون فولدر استراکچره. این دوتا رو میزنین، میاد اینجا جنریتن پابلیش رو میزنین، میاید اینجا یه جایی رو که میخواین ذخیره بشه رو بهش میدین و تمام اوکی رو میزنین و اون فایلاتون جایی که شما میخواین میره ذخیره میشه. حتی میتونید فایلاتون رو همینجا زیپش هم بگیرید اصلا. ببینید من میخوام توی فولدر باشه، بذارین قسمت رو هم بهتون بگم. مثلا میخوام توی چه محیطی ذخیره شه، برای مثال میخوام توی گرین هاوس 2 ذخیره بشه. بعد که اینجا آدرس رو دادین میتونین حالا زیپ کنین، میتونید حتی پسورد بدید به زیپتون و حالا یه سری کارهایی که دیگه بیشتر کامپیوتری تا الکترونیکی. حالا خواستم کامل باشه بهتون گفتم. میان آدرس رو میزنید و جنریت که کنید این دوتا فایل میره تو اون پوشه‌ای که مد نظر شماست. شما کافی اون پوشه رو توی اون سایتی که میخوایم پی سی بی رو بدین و چاپ کنن آپلود کنین. حالا من بهتون یاد دادم که مثلا اگه بخوایم پی سی بی رو به چیم بدین مونتاژ کنن چطور باشه دیگه. حالا دوباره اون بالا براتون میذارم اگه ندیدین ببینید، خیلی ساده. میدین فایل گربرتون، حالا در آینده بهتون یاد میدم فایل گربرتون هم میتونید چک بکنید که البته چکش برای EMI EMC من مرتبط با اینجا نیستش، و بدین که چاپش رو براتون انجام بدن. و حالا این مواردی که دیگه ایرم که اگه بخواین میتونین اینجا بزنین و ببینین. مثلا یه مورد دیگه هم که مثلا میتونین ببینین این فایل استپتونه. فایل استپ هم چیه؟ فایل سه بعدی کارتونه. یعنی شما اون فایل پی سی بی که دارین به صورت سه بعدیش میتونین خروجی بگیرین. این هم یه فایل نسبتاً جالب بود که حالا تو داکیومنتاتون میتونین استفاده بکنین. خب به پایان یکی دیگه از آموزش هامون رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. بچه‌ها اگر سوالی داشتین حتما تو کامنت ها از ما بپرسین. خدا نگهدارتون باشه.